به نام خداوند جان و خرد. ما از معادله اساسی حسابداری داشتیم که دارایی مساوی بدهی به اضافه سرمایه. تو این جلسه میخوایم در مورد انواع دارایی و دارایی صحبت کنیم. ببین دارایی در واقع چیا هستن و چجوری میتونیم اینا رو شناسایی کنیم. دارایی به صورت کلی به دو شکل دارایی جاری و دارایی ثابت تقسیم میشه. دارایی جاری یعنی دارایی هایی که ما میتونیم سریعا اونها رو به پول نقد تبدیل کنیم، مثل پول های نقدی که تو بانک داریم، مثل پول های نقدی که توی صندوقمون داریم، حساب هایی که مطالبات ما هستن و قرار از مشتریامون یا از افرادی که طلب داریم دریافت کنیم و مواردی مثل این. دارایی های ثابت دارایی هایی هستن که برای اینکه یک شرکت کارش رو راه بندازه در اون شرکت به سالیان سال میمونن، مثل میز و صندلی و ساختمون و چیزهایی که قرار نیست ما بفروشیم و اینها رو تبدیل به پول نقد کنیم. دارایی‌های جاری مثل حساب‌های بانکی، مثل صندوق‌های نقدی میتونن بین همدیگه رد و بدل بشن. مثلا من 2 تا حساب بانکی دارم، از حساب بانکی الفم پول رو برمی‌دارم میذارم تو حساب بانکی ب. دارایی من تغییری نکرده ولی یک تراکنشی اتفاق افتاده که دارایی من جابجا شده. هم میتونم یک مقداری پول از دارایی بانکیم بردارم برم یک سری وسایل لازم برای کارم رو تهیه کنم. مثلا من برای انجام کارم نیاز دارم که یک مقدار خاروبار بخرم و اینها رو در آینده بفروشم. بنابراین میرم از پولم از بانک برمیدارم میرم خاروبار تهیه میکنم. باز دارایی من تفاوتی نکرده. من داراییم تبدیل شده به یک شکل دیگری از دارایی. در ادامه جلساتمون مثال‌های بیشتری از دارایی، نحوه تبدیل دارایی‌ها و محل دریافت دارایی‌ها خواهیم داشت. تا جلسات بعدی، خدا نگهدار.